در یک شبانه روز اخیر در روسیه باز بیش از 40,000 حالت نو گرفتار شوی شهروندان به کرونا ویروس و 1160 حالت مرگ ساکنان از این ویروس قتل ثبت شده است. اینک چند روز باز پای هم هر روز در روسیه بیش از 40,000 نفر گرفتار کرونا ویروس می شوند و هر روز درباره مرگ 2,000 نفر از این ویروس گزارش به دست می رسد. وضعیت در واقع نگران کننده پاندمی مقامات شهرداری مسکو را مجبور کرد که از 28 اکتبر تا 7 نوامبر برای قریب 2 هفته در پایتخت روسیه دیگر باره لاکداون یعنی حد اکثر محدودیت ها را جاری کند. این محدودیت ها طبعا برای مهاجران تاجیک که 10,000 آنها در شهر و ولایت مسکو کار و زندگی میکنند نیز تاثیر میرساند. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه با اطلاع مهاجران مهنتی میرساند که از سحنه 28 اکتبر تا 7 نوامبر سال 2021 محدودیت ها در قلمرو شهر مسکو جاری کرده شده. در دوره محدودیت ها طربخانه ها، قهوه‌خانه، تالارهای ورزش، باغ حیوانات، حمام، باغ و گلگشت ها، کاشانه اوست، سرتراشخانه، مرکزهای سودا، کینوتئاترها، تئاتر، تالارهای فرهنگی، سیرک، بازارها ترتیب کارهای خویش را عوض نموده محدودیت‌های کاری جاری می‌نماید. در بزرگترین فروشگاه‌های شهر مسکو با استثنای فود سیتی نیز موقتا محدودیت‌ها جاری کرده می‌شود. در فروشگاه‌های مسکو، صدوات، تیوپلستان، یوژنی وروتا محدودیت‌ها پورا جاری کرده شده. تنها منطقه‌های فروش خوراکواری اجازت فعالیت دارد. فعلا در ساختمان‌های شهر مسکو محدودیت‌های کاری جاری کرده نشده است و تنها رعایت قاعده‌های بهداشتی ضمن فعالیت کاری و رفت و آمد به جای کار پرزور کرده می شود. در دوره محدودیت‌ها در شهر مسکو داروخانه‌ها، بیمارخانه، کلینیک‌ها، بنگاه‌های طبی، مرکزهای خدمت رسانی بانکی، مرکزهای فروش خوراکواری فعالیت نموده. طربخانه، آشخانه، قهوه‌خانه‌ها و فودکورت‌ها تنها شعبه خدمت رسانی دسترس نمایی فعالیت می نماید. نمایندگی به این دلیل از شهروندان تاجیک دعوت کرده است که به خاطر حفظ سلامتی خود و نزدیکان خود قاعده های بهداشتی را رعایت نموده در حالت پیدا گردیدن سوال یا پیش آمدن مشکل به این نهاد مراجعت نمایند.